با سلام خدمت تمامی دوستان. من مهرشاد دوست محمدی هستم، دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر مقطع کارشناسی، و تو این ویدیو قصد داریم نحوه تبدیل نمودارهای ER به جداول رو با هم دیگه بررسی کنیم و در آخر یک نمودار ER کامل و بزرگ رو با هم تبدیل به جداول مربوطه بکنیم. برای این کار ما نیاز به 5 قاعده داریم. 5 قاعده که با دونستن آنها میتونیم تمامی نمودارهای ER رو تبدیل به جداول بکنیم. قاعده اول چگونگی تبدیل موجودیت‌های قوی استرانگ انتیتی ها به جدول هست. قاعده دوم چگونگی تبدیل موجودیت ضعیف به جدول هست و قاعده سوم چگونگی تبدیل رابطه ها به جدول. قاعده چهارم چگونگی تبدیل رابطه ها با کاردینالیتی به جدول مانند منی تو منی، وان تو وان و وان تو منی. قاعده پنجم چگونگی تبدیل نمودارهای رابطه ای با کاردینالیتی و محدودیت مشارکت به جدول هست. در این ویدیو من از محیط درا.io استفاده میکنم، محیطی کاملا رایگان و سبک و تحت وب. از قاعده اول تبدیل موجودیت قوی استرانگ انتیتی به جدول شروع میکنیم. در قدم اول ما باید بدونیم که استرانگ انتیتی ها چی هستن. استرانگ انتیتی موجودیتی هست که دارای پرایمری کی، یک پرایمری کی مستقل، و در مجموع کل موجودیت هم یک موجودیت مستقله. مستقل به این معنی که به هیچ موجودیت دیگه‌ای وابسته نیست. استودنت الان یک موجودیت مستقل و استرانگ انتیتی برای ما به حساب میاد. در قدم اول ما یک جدول میسازیم و اسم موجودیتمون، اسم انتیتیمون رو به روی اسم جدول قرار میدیم. استودنت. اسم جدول رو مطابق با اسم موجودیت قرار میدیم. قدم بعدی پرایمری کی رو از روی نمودار ER پیدا میکنیم و در داخل جدول قرار میدیم که اینجا رول نامبر دانشجو هست. در قدم بعدی ما باید سینگل ولیو اتریبیوت و سیمپل اتریبیوت ها رو شناسایی کنیم. سینگل ولیو اتریبیوت ها یا صفت هایی هستن که تک مقداری هستن برای اون موجودیت. نیم برای استودنت یک صفت تک مقداریه. هر دانشجو یک نام داره، هر دانشجو یک تاریخ تولد داره. پس ما سیمپل اتریبیوت ها رو شناسایی میکنیم و داخل جدول قرار میدیم. بعد از اون ما باید حواسمون باشه که صفت های مشتق که به این شکل نمایش داده میشن، درایوید اتریبیوت ها رو ایگنور کنیم و نادیده بگیریم و در درون جدول قرار ندیم. چرا؟ چون که صفت های مشتق صفت هایی هستن که با استفاده از صفت های دیگه یا اون موجودیت به دست میاد. سن دانشجو با استفاده از تاریخ تولدش به دست میاد و دیگه لازم نیست که ما سن دانشجو رو بنویسیم. و نکته حائز اهمیت اینه که شما وقتی سن دانشجو وارد کنید داخل جدول، مدام باید هر سال اونو آپدیت بکنید، چون دانشجو اول که میاد مثلا 20 سالشه، بعد هی میشه 21 22، شما مدام باید این جدول رو آپدیت بکنید. پس ما صفت های مشتق رو داخل جدول موجودیت قرار نمیدیم. بعد از اون میریم سراغ کامپوزیت اتریبیوت ها. کامپوزیت اتریبیوت چیه؟ کامپوزیت اتریبیوت صفتیه که شامل شده از چند سینگل ولیو اتریبیوت یا سیمپل اتریبیوت. اینجا ما صفت آدرس رو داریم که کامپوزیت اتریبیوت ساخته شده از 3 تا سیمپل اتریبیوت به اسم استریت، سیتی و پی کد که مخفف پستال کد هست. در این موقع ما
خود کامپوزیت اتریبیوت که به اسم آدرس هست رو نمیخوایم. ما سیمپل اتریبیوت هاشو داخل جدول قرار میدیم به این شکل که اینجا استریت سطر اضافه کنم، سیتی و تمام این صفت هایی که داخل جدول نوشتیم یک ستون برای جدول ما حساب میشن و در درون محیط درادات آی او به این شکل نمایش داده میشن و اینا تماما یک ستون هستن، یک کالم هستن برای جدول موجودیت. پس ما خود ادرس رو نمی نویسیم و سیمپل اتریبیوت هاشو می نویسیم. بعد از اون ما یک مالتی ولیو اتریبیوت داریم اینجا به اسم موبایل. هر دانشجو احتمال داره چند شماره همراه داشته باشه، 2 تا 3 تا، و ما نمیتونیم چند مقدار رو برای یک دانشجو توی جدول استودنت قرار بدیم. پس برای مالتی ولیو اتریبیوت ها نیاز داریم یک جدول دیگه تعریف کنیم. جدول دیگه طراحی میکنیم، اسمشو هم میذارم student mobile. کلید اصلی موجودیتمونو پرایمری کی هست و به عنوان فارین کی، کلید خارجی، توی جدول مالتی ولیو اتریبیوت قرار میدیم برای ارتباط. میگه که فارین کی برای ارتباط بین جداول هست و موبایل رو درونش قرار میدیم. و خب این ستونا رو لازم نداریم. ما الان یاد گرفتیم که چطوری یک استرانگ انتیتی یا موجودیت قوی رو به جدول مربوطه تبدیل کنیم. تمام نکاتش رو متوجه شدیم. ایگنور کردن صفت مشتق، ساختن جدول جدا برای مالتی ولیو اتریبیوت ها و طریقای اضافه کردن کامپوزیت اتریبیوت ها به جدول. خب حالا میرسیم به قاعده دوم، تبدیل ویک انتیتی، موجودیت ضعیف، به جدول. این نهاد که اینجا میبینید نهاد ویک انتیتیه، موجودیت ضعیفه. موجودیت ضعیف موجودیتی است که کلید اصلی نداره، فاقد کلید اصلیه و یک پارشیال کی داره و بدون وجود یک موجودیت قوی نمیتونه وجود داشته باشه. مثلا توی این مثال امپلوی کارمندان و دیپندز وابستگانش، مثلا یه کارمندی، همسرش، بچه هاش، اینا خودشون یه موجودیتن که قرار ذخیره بشه. و پالیسی اون سیاست بینشونه، رابطه بین کارمند و وابستگانش. وقتی امپلوی وجود نداشته باشه، دیپندزی برای کارمند وجود نداره. پس به خاطر همین وابسته است به استرانگ انتیتی ها و کلید اصلی هم نداره. در این مثال میبینیم که امپلوی یک استرانگ انتیتیه، همونجوری که با هم تو مثال قبلی بررسی کردیم و خب دیگه بلدیم استرانگ انتیتی رو تبدیل به جدول میکنیم که اسمش رو اول به اسم انتیتی تغییر میدیم. اسم جدول رو پرایمری کیش هست EID employee ID
e-name employee name و مثلا salary. برای دیپنز یک جدول دیگه میاریم. من همین جدوله اسمش رو میذاریم دیپن پالیسی. و مقادیر و اتریبیوت ها صفتاشو می نویسیم دی نیم دیپنز نیم و ریلیشنشیپشون رابطهشون. و در آخر پرایمری کی امپلویی و موجودیت قوی و وارد جدول موجودیت ضعیف میکنیم به عنوان فارین کی. و به این شکل ما موجودیت های ضعیف رو به جدول تبدیل میکنیم. خب میرسیم به قاعده سوم. ما تا اینجا یاد گرفتیم که چجور استرانگ انتیتی ها و ویکس انتیتی ها رو تبدیل به جدول بکنیم و حالا میخوایم یاد بگیریم که چجور رابطه ها رو در نمودار ای آر باید تبدیل به جدول بکنیم. ما اینجا یک انتیتی امپلوی داریم، یک انتیتی دپارتمنت که امپلوی ای آی دی داره که پرایمری کیش هست، همونجوری که میبینید خط داره زیرش پرایمری کی هست، ای نیم داره و سالری که مشخصه که یک استرانگ انتیتی هست چون پرایمری کی داره. و این ور دپارتمنت داریم که دی آی دی داره، پرایمری کی هست و دی نیم داره. پس مشخصه که این طرف هم یک استرانگ انتیتی داره. پس ما الان دو تا استرانگ انتیتی داریم که یک رابطه بینشون برقراره به اسم works in. employee works in department. کارمندان کار میکنن برای اداره ها، دپارتمنت ها. که works in هم میبینیم که یک اتریبیوت داره به اسم scenes. این اتریبیوت رابطه است که بهش دیسکریپتیو اتریبیوت هم میگن. حالا میریم که اینا رو تبدیل به جدول بکنیم. خب همونجور که بلدیم و میدونید دو تا استرانگ انتیتی داریم که نحوه تبدیل به جدولش رو با هم کار کردیم. یه مرور دیگه هم میشه برامون. employee primary key e-id employee id employee name و salary به عنوان simple attribute ها. ما توی این قاعده سوم نیاز به 3 جدول داریم. یه جدول برای امپلویی، یه جدول برای دپارتمنت و یک جدول برای ورکس این که نشون دهنده رابطه شون هست. حالا جدول دپارتمنت رو میریم، پرایمری کی، دپارتمنت آیدی و دپارتمنت نیم. این جدول برای استرانگ انتیتی هایم هست. حالا ما نیاز به جدول رابطه همون داریم به اسم works in که از این جدول استفاده میکنیم.
اسمشو به ورکس این عوض میکنیم، پرایمری کی و فارین کیه، این موجودیت و فارین کیشو پرایمری کیشو به عنوان برای این رابطه در نظر میگیریم. امپلوی آیدی همچنین پرایمری کی دپارتمنت هم به عنوان فارین کی برای جدول رابطه ای اضافه میشه و میرسیم به صفت و اتریبیوت خود رابطه که اسمش سینس هست. این جدول شد جدول این نمودار ERD و قاعده سوم. بعد از قاعده سوم میرسیم به قاعده چهارم، Converting Binary Relationship with Cardinality. من انواع کاردینالیتی رو تو این صفحه آوردم، many to many، one to many، many to one و one to one و قراره که این کاردینالیتی ها رو به جدول تبدیل کنم. من برای اینکه سرعت کاری کم بیشتر بشه جدول های خامشون رو کشیدم. از many to many شروع میکنیم. یک موجودیت A داریم که A1 کیش هست، A2 سیمپل اتریبیوتش هست، B همینطور، B1 B2 B1 پرایمری کی و R که نشون دهنده رابطه A و B هست که رابطه many to many داره و هیچ ارو یا فلشی هم همونطور که می‌بینید بین این خطا نیست. شروع میکنیم از طرف A. اسم جدول رو به اسم انتیتی تغییر میدیم، پرایمری کیش که A1 هست رو میذاریم و A2 سیمپل اتریبیوتش، همینطور برای B B1 و B2 B1 هم پرایمری کی هست. همونطور که میبینین ما یه R رابطه اینجا داریم. برای many to many تاکید میکنم فقط برای many to many ما به 3 جدول نیاز داریم. همونطور که میبینین اینجا گذاشتم ما به 3 جدول برای many to many نیاز داریم و یک جدول برای همون رابطه ی R که اسمش هم میذاریم و پرایمری کی A و B رو درون این جدول به عنوان فارین کی قرار میدیم، A1 و B1. این شد نحوه تبدیل many to many به جدول. حالا میرسیم به one to many. برای تبدیل one to many ما نیاز به 2 جدول داریم. همونطور که میبینین یک فلش هم سمت وانش هست. پس متوجه میشیم که هر وقت فلش بود یعنی طرف وان هست، طرف یک هست. اینجا میبینیم هیچ فلشی وجود نداشت. طرف N هیچ فلشی نداره، ارویی نداره. پس شروع میکنیم. طبق گذشته اسم جدول رو A قرار میدیم، پرایمری کیشو مینویسیم، سیمپل اتریبیوتشو مینویسیم و جدول بعدی میریم. اسم جدول رو عوض میکنیم به اسم موجودیت، پرایمری کیش که هست B1 و B2. از طرف وان، از طرف یک پرایمری کیشو بر میداریم و به طرفی که N هست منی هست به عنوان فارین کی درج میکنیم و این جا هم ذکر میکنیم که فارین کی است. پس از طرف یک وان پرایمری کیشو بر میداریم و به عنوان فارین کی اینجا درج میکنیم و اسمش هم اسم طرف N و جدولشو BR میذاریم، BR.
اینم از این. میایم پایین، many to one، برعکس همون چیزی که الان داشتیم. فلش ها رو هم دقت کنید. اسم جدول رو B میذاریم، پرایمری کیش B1، سیمپل اتریبیوتش B2، تیبل این طرف A همراه با R، طرف N هست، از طرف یک قراره مرتبط بشه به این جدول. پرایمری کیش هست A1، سیمپل اتریبیوتش هست A2 و همونطور که گفتم پرایمری کی B رو برمی‌داریم و این طرف به عنوان فارین کی قرار میدیم برای ارتباط بین این دو جدول. اینم از وان تو منی و منی تو وان که نیاز به تنها دو جدول هست و فقط منی تو منیه که نیاز به 3 جدول داره. حالا میرسیم به وان تو وان که یک موجودیت این طرف به یک موجودیت دیگر ارتباط داره، جفت طرف هم فلش داره و یک گذاشتیم برای وان تو وان. برای این تبدیل ما دو راه داریم. یه راه همون این هست که این طرف بیو بنویسیم، اسم جدول، پرایمری کیشو وارد کنیم و سیمپل اتریبیوتشو و این طرفه که ما رابطه رو شکل میدیم AR برای این موجودیت، پرایمری کیش که از A1 A2 سیمپل اتریبیوت و B1 این طرف به عنوان که پرایمری کی است به عنوان فارن کی، کلید خارجی این طرف میاد. یا اینکه ما از جدول B برای ارتباط استفاده کنیم که این طرف رو A قرار میدیم، فارن کیشو قرار میدیم، سیمپل اتریبیوتشو قرار میدیم و این طرف BR برای ارتباط، B1 پرایمری کی کلید اصلی، B2 سیمپل اتریبیوت و پرایمری کی A به عنوان فارن کی برای ایجاد ارتباط بین جداول. این هم از نحوه تبدیل وان تو وان و یک نمای کلی که بخوایم داشته باشیم به این صورت میشه. خب بعد از قاعده 4 میرسیم به آخرین قاعده 5 که تبدیل نمودارهای رابطه با کاردینالیتی و محدودیت مشارکت است. ما تبدیل رابطه با کاردینالیتی رو دیدیم و یاد گرفتیم، حالا با محدودیت مشارکت میخوایم اینو یاد بگیریم. همونطور که میبینید دو حالت داره، یا اینکه توتال پارتیسیپیشن که به این حالت دو خطی هم نمایش داده میشه توی نمودار، یک طرف نمودار ما باشه به این شکل، یا اینکه در دو طرف رابطه ما اینو داشته باشیم توتال پارتیسیپیشن، مشارکت کامل که تعریفاشو باید از قبل بلد باشیم. توی این حالت یک طرفه ما بررسی میکنیم که یک طرف توتال پارتیسیپیشن داریم، خیلی شبیه به همون کاردینالیتی وان تو منی یا منی تو وانه که خوندیم و یه جدول داریم اسمشو A میذاریم، پرایمری کیشو قرار میدیم A1 و A2 سیمپل اتریبیوتش و جدول دیگر رو BR میذاریم، B و R که رابطه است، پرایمری کیش هم B1 قرار میدیم، B2 سیمپل اتریبیوت و B1 پرایمری که به عنوان فارن کی
کلید خارجی اینجا قرار داده میشه. کار بسیار ساده‌ای بود و قبلا دیده بودیم و فرق آنچنانی نداشته. حالا بریم سراغ نوع دوم که جفت طرف و اینو داریم و حائز اهمیته که وان تو منی بود و اینجا ما ارو و فلش داشتیم و اینجا هم وان تو وان هست. در اصل باید ارو داشته باشه ولی خب دراداتایو من نتونستم باش ارو بذارم ولی وان تو وان هست. اینجا برخلاف اون چیزی که توی رابطه با کاردینالیتی وان تو وان یاد گرفتیم بسیار با اون فرق داره و شبیه اون نیست و ما اینجا به یک جدول نیاز داریم کلا که اسم اون جدولمون هم هست ARB که فارین کی اولش میشه یکی از پرایمری کی ها فارین کی دی B1 سیمپل اتریبیوت ها رو حالا قرار میدیم A2 و B2. پس یک جدول کاملا نیاز داریم، کلا نیاز داریم و پرایمری کی ها به فارین کی ها تبدیل میشن و جدول درست میشه و شمای کلیش هم به این حالت در میاد. و خب بعد از اینکه 5 قاعده اصلی رو یاد گرفتیم و راجبش صحبت کردیم میرسیم به یک ER دیاگرام کامل که اونو تبدیل به جدول مربوطه بکنیم و کاملی مطلب برامون جا بیفته. من برای اینکه کمی سرعت کار بیشتر بشه جدول مربوطه رو جدول خامش رو ساختم و فقط اسم‌گذاری ها رو روش انجام دادم. همینطور که می‌بینید این ER دیاگرام ما شامل 3 انتیتی امپلویی، دپارتمنت و پراجکت است و رابطه‌های مختلف با کاردینالیتی‌های متفاوت منی تو منی و وان تو منی بینشون وجود داره. همچنین ما کامپوزیت اتریبیوت ها رو داریم، مالتی ولیو اتریبیوت رو داریم و حتی صفت مشتق هم داریم. کمی راجع به ارتباط های اینا اگه بخوام توضیح بدم، بین موجودیت امپلوی و پراجکت می‌بینیم یک ارتباط منی تو منی وجود داره. به این معنیه که چند کارمند میتونه روی چند پروژه کار بکنه و چند پروژه میتونه توسط چند کارمند ساخته بشه و توی این ارتباط میبینیم که چند پروژه میتونه توسط یک دپارتمنت ساخته بشه و یک دپارتمنت میتونه چند پروژه درست بکنه و همچنین میبینیم که چند کارمند میتونه توی یک دپارتمنت کار بکنه و یک دپارتمنت یک اداره میتونه چند کارمند داشته باشه و همینطور برای منیج یک کارمند میتونه چند دپارتمنت رو منیج بکنه و چند اداره میتونه توسط یک کارمند یک امپلوی اداره بشه منیج بشه. و خب میریم سراغ تبدیل به جدول. از امپلوی شروع میکنیم. امپلوی آیدی که پرایمری کی ما هست رو می نویسیم و می بینیم که دو صفت سیمپل اتریبیوت ما داریم به اسم جندر و برث دیت و خب می رسیم به کامپوزیت اتریبیوت ادرس که ما می دونیم توی کامپوزیت اتریبیوت ها ما باید فقط سیمپل اتریبیوت ها یا به قولی اتمیک ازش خارج بکنیم و اینجا بنویسیم و استریت و میرسیم به کامپوزیت اتریبیوت نیم که ما فرست نیمش رو و میدل نیمش رو داخل این جدول امپلوی به عنوان ستون قرار میدیم و خب میریم سراغ موجودیت دپارتمنت که میبینیم یک دپارتمنت آیدی داره برای پرایمری کیش و
یک سیمپل اتریبیوت به اسم نیم داره، نام اداره، و میبینیم یک مالتی ولیو اتریبیوت داره. و همونطور که میدونید ما برای مالتی ولیو اتریبیوت ها یک جدول جدید درست میکنیم، چون هر دپارتمنت میتونه چند لوکیشن داشته باشه. من یه جدول درست کردم به اسم دیپ لوکیشن که همون دپارتمنت لوکیشن هست و ما کلید اصلی موجودیت اصلیمون رو برمیداریم و به عنوان فارین کی، کلید خارجی، توی این توی این جدول قرار میدیم و خود لوکیشن رو به عنوان یکی از ستون ها قرار میدیم که اطلاعات راجع به لوکیشن دپارتمنت ها رو اونجا بنویسیم. بعد از این ما میریم سراغ موجودیت پراجکت که میبینیم یک پراجکت آیدی داره به عنوان کلید اصلی پرایمری کی و یک سیمپل اتریبیوت داره به اسم نیم. بعد از این ما میریم سراغ ارتباط ها. همونطور که گفتم اینجا یک ارتباط منی تو منی داریم و یاد گرفتیم که برای ارتباط های منی تو منی ما نیاز به ساخت یک جدول جدید داریم. من اینجا جدول طراحی کردم به اسم ورکس آن که ما میدونیم پرایمری کی های موجودیت ها رو باید به عنوان فارین کی توی جدول ارتباط قرار بدیم. پراجکت آیدی ببینیم یه hours داره اینجا، نشون دهنده اینه که هر امپلویی چند ساعت روی پروژه کار میکنه و همینطور برعکس که ما اینو به عنوان یک صفت ساده سیمپل اتریبیوت داخل این جدول قرار میدیم و میریم سراغ رابطه های وان تو منی. اینجا یه رابطه کنترل داریم از طرف یک که دپارتمنت هست پرایمری کی رو برمیداریم و در طرف منی قرار میدیم به عنوان فارین کی. اینجا دپارتمنت آیدی رو قرار میدم برای ارتباط بین این دو جدول به عنوان فارین کی که این ارتباط کنترل برقرار باشه. اینجا هم یک ارتباط داریم works for که از طرف یک که دوباره دپارتمنت آیدی هست در داخل جدولی که منی هست قرار میدیم و باید یادمون باشه که به عنوان فارین کی ما داریم اینا رو قرار میدیم، کلید خارجی. یه ارتباط دیگه اینجا میبینیم از طرف وان که امپلوی هست در داخل منی این کلید اصلی رو قرار میدیم که امپلوی آیدی هست. یه استارت دیت داریم اینجا، یک سیمپل اتریبیوت داریم که اینو هم همینجا قرار میدیم توی این ارتباط. استارت دیت. خب ما انجام دادیم، تبدیل به جدول کردیم و نکته ای هم که هست یادمون باید باشه که صفت های مشتق رو ایگنور کنیم و داخل جدول ها قرار ندیم، نادیده بگیریم. حالا بریم ارتباط ها رو با فلش نشون بدیم در محیط درو.io employee project department ID. اینجا هم یک department ID داریم برای مالتی ولیو اتریبیوتمون. employee ID و کلید اصلیش متصل میکنیم و همچنین دپارتمنت آیدی هم متصل میکنیم. این شد تمامی نکات تبدیل نمودارهای ER دیاگرام به جداول مربوطه. من از محیط درو.io استفاده کردم، محیطی رایگان و تحت وب.
امیدوارم این مطلب مهم و پرکاربرد که در پروژه های عملی و همچنین در درس پایگاه داده مقطع کارشناسی میخونیم براتون مفید بوده باشه و ازش لذت برده باشید. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید.